دوستان و همراهان عزیز کانال وقت قصه، داستان شهرزاد رو اگر خاطرتون باشه تا اونجا شنیدید که اون پیر زالی که قلاده 2 سگ رو در دست داشت داستان خود رو برای امیر افریتان تعریف کرد که چگونه مال اموال پدری رو بین خود و 2 برادر دیگرش تقسیم کرده. یادتون هست که یکی از برادران به سرنوشت و روزگار فلاکتباری دچار شده بود و رو به برادر بزرگتر آورد و دوباره در پناه او قرار گرفت و در نهایت داستان به اونجا رسید که به برادر بزرگتر خبر آوردند که برادر تو رو در شهری نزدیک به شهر شما به جرم دزدی گرفتن و داروغه حکم بریدن انگشت 2 دست او رو صادر کرده. داستان در شب دوم در اینجا به اتمام رسیده بود. اکنون که وقت قصه است، همراه من باشید و بشنوید که شهرزاد در شب سوم قصه گویی خود داستان رو اینگونه آغاز کرد. و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه پیر زالی که قلاده 2 سگ رو در دست داشت و در برابر امیر افریتان ایستاده بود و ماجرای زندگیش رو تعریف می کرد به اونجا رسید که مرد پارچه فروش گفت بعد از شنیدن اون خبر بدون معطلی دکان رو به برادر کوچکترم سپردم و شبانه حرکت کردم. و اینک ای ملک جوانبخت، ادامه داستان رو از زبان دکاندار پارچه فروش برایت نقل می کنم. نزدیک صبح خودم رو به در خونه داروغه شهری که در همسایگی شهر ما بود رسوندم. دم در خونه بانوی منو دید و پرسید شما اینجا چه میکنید؟ چرا دکان خودتون رو رها کردید؟ من شما رو میشناسم، آیا مشکلی براتون پیش اومده؟ من هم از صدای اون بانو اون رو شناختم که از مشتریانم بود و همیشه با دخترش برای خرید پارچه و عطر به مغازه من می اومدند و می گفتند که از راه دوری میان. خدمت اون بانو عرض ادب کردم و گفتم من با داروغه شهر کار دارم و به همین جهت به در خونه اون اومدم. بانو گفت اتفاقا من همسر داروغه هستم، بگو کار تو چیه تا مشکل تو رو حل کنم. من خیلی خوشحال از این موضوع قصه برادرم و حکمی که داروغه برای اون داده رو به اون بانو گفتم. خلاصه با پرداخت جریمه سنگین و وساطت اون بانو تونستم عفو برادرم رو بگیرم و شکر کنان به همراه برادر خود از اون شهر خارج شدم. ای ملک جوانبخت، من شهرزاد قصه گو برای کوتاه‌تر شدن داستان از ذکر این ماجرا که برادر وسطی پیرزال در طول اون مدت چه ها کرده بود و چگونه اون همه ارثیه رو به باد داده بود و کارش به دزدی کشیده بود میگذرم و فقط میگم که پیرزال برادر وسطی خودش را هم به همون دکان عطاری و بزازی و عطر فروشی به ارث رسیده از پدر آورد و در ادامه داستان برای ملک افریتان اینگونه ادامه داد که ما 3 برادر 4 سال در کنار هم کار کردیم که در پایان سال 4م پسنداز هر کدوم از ما به غیر از سرمایه‌ای که در دکان داشتیم 1500 سکه طلا بود و من تصمیم گرفتم برای خودم و هم برای برادرانم زن بگیرم، چون که من دیگه 30 ساله شده بودم و برادرانم هم در سن 28 و 26 سالگی بودند. اما این امر خیر صورت نگرفت، چون همیشه و هر زمان برادر وسطی به من میگفت آخه تا کی و تا چه موقع باید از صبح تا شب تو این مغازه تاریک و دور از آفتاب پارچه متر کنیم و عطر مسخال کنیم و توی شیشه بریزیم؟ بیایید دکان رو برای مدتی تعطیل کنیم و به قصد تجارت یه سفر طولانی رو شروع کنیم و همه جای دنیا رو بگردیم و با سرمایه بیشتر و دست پرتر به شهر و دیار خودمون برگردیم. همون برادر وسطی اونقدر تو گوش برادر کوچکترم خواند و اونقدر اون دو به من اصرار و اعتراض کردن که من هم مجبور شدم تسلیم بشم.
چون اونا حاضر نبودن خودشون دوتایی به سفر برن و منو با دکان پارچه فروشی و عطاریم تنها بذارن. خلاصه در دکان رو بستیم و هر کدوم با 500 سکه طلا به راه افتادیم و اون 3000 سکه دیگر رو در گوشه امن زیر خاک پنهان کردیم. البته باید بگم که برادر کوچکتر من صادق و حرف شنو و مهربان بود، اما برادر وسطی خیره سر و یک دنده و لجباز بود و گذشته از اون که در خیلی از اوقات با من مخالفت میکرد، برادر کوچکتر رو هم بر ضد من تحریک میکرد. اما از اونجا که من برادر بزرگتر بودم خیلی چیزا رو ندیده میگرفتم و خیلی حرفها رو نمیشنیدم. بالاخره همونطور که گفتم من تسلیم خواسته و نظر برادرانم شدم و مقدار زیادی از پارچه های زردوزی و حریر و ترمه و عطرهای خوشبو رو به اضافه 1500 سکه طلا که هر 3 نفر نفری 500 سکه برداشته بودیم عزم سفر کردیم. سفر ما 6 سال طول کشید. در کشورهای گوناگون و سرزمینهای مختلف و آن سوی دریاها به خرید و فروش پرداختیم تا اینکه سرمایه نقدی 500 سکه‌ای روز اول ما 10 برابر شد و چندین برابر هم کالاهای مختلف خریداری کردیم و بالاخره با اصرار من برادرانم راضی به برگشتن به شهر و دیار خودمون شدند. در طول این سفر 6 ساله بارها بین من و برادر وسطیم اختلاف و بگو مگو اتفاق افتاد و بعد از آخرین اختلاف برادرانم گفتن وقتی برگردیم به شهر خودمون سرمایه هامون رو تقسیم میکنیم و از همدیگه جدا میشیم، چون که ما میخوایم هر کدوم جدا و برای خودمون کار کنیم. منم وقتی دیدم حریف برادر وسطی نمیشم و برادر کوچکترم هم تحت تأثیر اونه، به جدا شدن از برادرانم رضایت دادم تا اینکه بالاخره در کشتی نشستیم تا به شهر و دیار خودمون برگردیم. اختلاف بین ما 3 برادر به قدری بالا گرفته بود که بیشتر اوقات من تنها بودم. 15 روز بود که کشتی ما روی آبهای دریاهای مغرب زمین در حرکت بود و 15 روز دیگر هم در پیش داشتیم که به شهرمون برسیم. روزی در عرشه کشتی زن بسیار زیبایی رو دیدم که بی نهایت فقیر و ژنده پوش بود و نشسته بود و گریه می کرد. برای دلجویی از اون به طرفش رفتم و چون از احوالش جویا شدم به تعریف داستان زندگی سراسر درد و غم خودش پرداخت. از اون پرسیدم چه کاری میتونم برات انجام بدم؟ گفت اگر میخوای به من نیکی کنی و در حقم کار خیر انجام بدی، منو به عقد خودت در بیار تا محرم تو باشم، چون تو رو هم در این کشتی مثل خودم تنها میبینم، در حالی که بقیه مسافران همه با همن و چه بسا در همین روزهای باقی مانده مسافرت در دریا مشکلی برامون پیش بیاد که محتاج کمک همدیگه باشیم. پس چه بهتر که محرم هم بشیم و در مواقع ضروری کمک همدیگه باشیم، چون من تنها هستم و تو هم که میگی با برادرانت قهری. وقتی حرفهای اون زن رو شنیدم به فکر فرو رفتم، ولی بعد قبول کردم و اونو به عقد خودم در آوردم و در همون کشتی برای اون جا و مکان مناسبی تدارک دیدم و لباسی تمیز و آراسته از بازرگانان دیگری که در کشتی همسفرمون بود خریداری کردم و چون قهر و جدایی بین من و برادرانم خیلی بالا گرفته بود، اونها از ماجرای من و این زن فقیر اطلاع پیدا نکردند. من به اون زن یا همسر عقد کرده خودم گفتم عروسیمون باشه برای وقتی که ما رسیدیم به شهر و دیار خودمون. خلاصه هنوز 1 هفته باقی بود تا به شهر برسیم که برادرانم توطئه کردن و 1 روز که من در خواب بودم دست و پای منو بستن و منو به دریا انداختن. من در آب با دست و پای بسته داشتم با مرگ دست و پنجه نرم می کردم که ناگهان دیدم همسرم خودش رو به دریا انداخت، به سرعت دست و پای منو باز کرد و در 1 چشم به هم زدم منو به 1 جزیره برد و از جلوی چشمان من دور شد. ساعتی تو اون جزیره مات و مبهوت نشسته بودم و به ناجوانمردی برادرانم فکر می کردم که من چگونه هر دوی اونها را از بدبختی نجات دادم، که مخصوصا اگر در مورد برادر وسطی من نزد داروغه شفاعت اون رو نکرده بودم، اون الان با انگشتان بریده چطور قدرت داشت که طناب به دست و پای من گره بزنه
و با کمک برادر کوچکتر منو به دریا پرت کنن. و تو این فکرم بودم که اون زن فقیر چطور با خبر شد و منو نجات داد و چرا با اون سرعت از چشمان من پنهان شد. غرق بهت و حیرت تو جزیره تنها نشسته بودم که ناگهان یک پری دریایی رو مقابلم دیدم که شباهت عجیب و باور نکردنی با همون زن ژنده پوشی داشت که به عقدم در اومده بود و منو از غرق شدن نجات داده بود. با احترام از جا بلند شدم و به اون پری دریایی سلام کردم و در حالی که من کنان میخواستم از او بپرسم که ماجرا چیه و اون کیه، پری دریایی به زبان آمد و گفت تو اشتباه نکردی، من همون زن هستم و همونطور که میبینی من آدمی زاد نیستم و از پریانم و اگر به اون شکل در روی عرشه کشتی به تو ظاهر شدم به خاطر این بود که به من مأموریت داده شده بود تا تو رو از مرگ نجات بدم، چون که خداوند از اندیشه بندگانش آگاهه و از آنجا که رستگاری بندگان درستکار خودش رو میخواد و تو هم در تمام عمر خودت جز خدمت به مردم و صداقت با اونها کار دیگری نکردی، وقتی خداوند اندیشه پلید برادران ناسپاس تو رو دید به وسیله فرشتگان مقربش به من مأموریت داد تا به کمک تو بیام و نگذارم که با دست و پای بسته در دریا غرق بشی. و حالا هم اومدم از تو بپرسم آیا دوست داری اون دو برادر حق نشناس رو به کیفر ناسپاسی و قدر نشناسی و طرح و اجرای نقشه مرگ تو به جزای اعمالشون برسونم؟ با التماس گفتم نه من هرگز به مرگ برادرانم راضی نیستم و البته در مصلحت خداوند هم حق دخالت ندارم، فقط خواهشم اینه که اون دو رو نکشید تا بلکه عبرت بگیرن، چون که خداوند هم رحمان و رحیمه. بعد اون پری منو گرفت و به بلندای آسمان برد. حساب زمان و مکان از دستم بیرون رفت. لحظه‌ای بعد چون چشم باز کردم خودم رو در مقابل دکانم دیدم. در دکان رو باز کردم، گرد و غبار سالهای متروکه بودنش رو پاک کردم و چراغش رو هم روشن کردم. مردم همه از دیدن من خوشحال شدند و به خوشامدگویی من می اومدند. غروب روز بعد از بستن دکان به سراغ 3000 سکه طلایی رفتم که در گوشه‌ای زیر خاک پنهان کرده بودیم. وقتی سکه ها رو پیدا کردم اونا رو برداشتم و به سمت خونه حرکت کردم. در طول راه به برادرانم فکر می کردم و نمیدونستم وقتی اونها از کشتی پیاده میشن و به خونه میان و منو میبینن با من چه میکنن و به من چه خواهند گفت. فقط میدونستم بنا به خواهش من اون پری از کشتن اونها صرف نظر کرده، اما از چیز دیگری خبر نداشتم تا اینکه به در خونه رسیدم. در خونم مثل در مغازه پر از گرد و خاک نبود و فهمیدم که برادران من قبل از من وارد خونه شدن. چون در رو باز کردم این دو سگ رو دیدم که با زنجیری به گردنشون به گوشه‌ای بسته شده بودن. چون به چشمان این دو سگ نگاه کردم برادران خودم رو شناختم. اون دو سگ خودشونو به پای من انداختند و پارس کنان اشک میریختند. در همین هنگام بود که باز اون پری رو مقابل خودم دیدم. پری گفت ای مرد مهربان، چون به مرگ این دو نابکار رضایت ندادی من اونها رو به این شکل در آوردم تا 10 سال اینها سگ خواهند ماند و سزای عمل زشت خودشون رو خواهند دید که همانا سزای ناسپاسی و خیانت، خفت و ذلته و این دو همچنان 10 سال سگ خانه تو خواهند بود تا بلکه ادب بشن که هر که بد کند به خود کند و هر کس که ناسپاسی کند سزای خیانت خود را ببیند. امیدوارم برادران تو به این ترتیب ادب بشن و دیگه بلای جان ولی نعمت و برادر بزرگتر خودشون نشند. و حالا هم ای امیر افریتان، من قلاده این دو سگ رو در دست دارم و همچنان دور دنیا میگردم با این امید که این 10 سال تموم بشه و بتونم بار دیگه برادران خودم رو در کنارم ببینم و در دکان پدر رو دوباره باز کنیم و چند روزه باقی عمر رو به پایان برسونیم
که من بنده خداوند رحمان و بخشندم و باید ببخشم و عفو کنم تا لذت زندگی رو بفهمم. چون وقتی خداوند قهار و همیشه بیدار بالای سر ما ناظر و هوشیاره و حتی افتادن برگ درختی از نظرش پنهان نیست، من بنده رو با تلافی و انتقام دیگه کاری نیست که. چون سخن پیر زال به اینجا رسید و امیر افریتان قطرات اشک رو در چشمان اون دو سگ دید، به پیر زال گفت داستان بسیار جالبی بود و من طبق قولی که داده بودم از 1/3 دیگر خون این مرد بازرگان میگذرم. بعد رو به پیرمرد سومی که افسار قاطری رو در دست داشت کرد و گفت حال تو داستان خودت را تعریف کن که اگر قصه تو هم به شیرینی و دلنشینی داستانهای این 2 نفر باشد، خون مرد بازرگان حلال و جانش آزاد خواهد بود. ای ملک جوانبخت، عرضم به شما که پیرمردی که افسار قاطری رو در دست داشت لب به سخن باز کرد و گفت ای امیر افریتان، باید بدانی این قاطری که در کنار منه مثل همون غزالی که همراه اون پیرمرد فرزانه است همسر منه. اما چرا همسرم به شکل و ریخت و قیافه این قاطر در اومده؟ داستانش اینه که من بازرگانی بسیار ثروتمند بودم که ادویه و عطر و زینت‌آلات از مشرق زمین به مغرب زمین می بردم و پارچه های رنگارنگ و نیل و میوه های خشک شده از شمال افریقا و مصر و بیروت برمی گرداندم. معمولا سفرهای من 1 سال تا 1.5 سال به طول می انجامید و هر بار که از سفر برمی گشتم 3 تا 6 ماه رو در خونه و شهر و دیار خودم می موندم. من به علت نازایی همسرم صاحب اولادی نشده بودم و با مادر پیر و همین همسرم زندگی نسبتاً راحتی داشتم و هر بار که سفر می رفتم چون مادرم در خونه و در کنار همسرم بود نگران تنهایی اون 2 نفر نبودم. تا این سفر آخری که روزی در بازار حلب یکی از تجار همشهری خودم رو دیدم که تازه به همراه یک کاروان به حلب اومده بود. از دیدن اون خوشحال شدم و چون 1 سالی میشد که از خانوادم بیخبر بودم از اون مرد بازرگان سراغ مادر و همسرم رو گرفتم. مرد بازرگان مکسی کرد و از جواب دادن امتناع کرد. نگران شدم و مجددا پرسیدم آیا برای آنها اتفاقی افتاده؟ اون بعد از سکوت سنگینی لب به سخن باز کرد و گفت متاسفانه 1 هفته بعد از سفر تو مادرت به رحمت خدا پیوست. من همونجا کنار بازار حلب نشستم و زانوی غم در بغل گرفتم و ساعتها اشک ریختم و در عزای مادرم ناله و زاری کردم. چون از حال روز زنم پرسیدم باز هم بازرگان همشهری سکوت کرد و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن باز کرد و گفت وا اسفا که همسرت آبرویی برای تو در شهر باقی نگذاشته. و بعد ادامه داد من نمیدونم که همسر تو جادوگری رو از قبل میدونسته یا بعد از فوت مادرت یاد گرفته. به هر صورت بعد از اینکه مادرت فوت کرد و اون تنها شد خودسرانه رفت غلام سیاهی خرید. این غلام سیاه کارش اینه که میره دختران جوان رو از روستاها و اطراف و اکناف میدزده و پیش همسرت میاره و اون با جادو اونها رو لال میکنه و هر وقت یک کشتی در ساحل لنگر میندازه همسر تو اون دخترکان لال شده بدبخت رو به اونها میفروشه و چون همه از قدرت جادوگری زن تو باخبر هستن تا امروز کسی جرأت نکرده قدم جلو بذاره و اقدامی بکنه. خیلی ها میگن همسر تو جادوگری رو به اون غلام سیاهش هم یاد داده و وجود 2 تا جادوگر در یک خانه باعث رعب و وحشت مردم شده. آنگاه اون پیرمرد ادامه داد
ای امیر افریدان، من از شنیدن اون ماجرا به قدری ملتهب و عصبانی و دگرگون شدم که کار خودم رو نیمه کاره رها کردم و شبانه روز طی مسیر کردم تا به شهر و دیار خود برسم. و زمانی که بیخبر وارد خونه شدم، هرچی رو که در اون دیار غربت از زبان اون مرد بازرگان شنیده بودم با چشم خودم به وضوح دیدم. و در حیاط خونه همسرم رو با یک غلام سیاه تنومند دیدم و دخترک جوان و مردی که قیافش به جاشوها و ملاحهای کشتی شباهت داشت. همسرم همین که منو دید خشمگین بر سر غلام سیاه فریاد کشید که فوری دستهای این مرد رو که بدون اجازه وارد خونه شده ببند. اون غلام سیاه هم دستهای منو که از حیرت و تعجب سر جام خشک شده بودم گرفت و از پشت بست و همسرم به سرعت به طرف من اومد و کاسه آبی به سر و روم پاشید که من ناگهان تبدیل به یک سگ شدم. چون من توسط اون جادوگر سیاهکار یا همین قاطری که الان اینجاست تبدیل به یک سگ شدم، همسرم به غلام دستور داد این سگ نجس رو از خونه بنداز بیرون، که اینجوری شد که من سرگردان کوی و برزن شدم. چند ساعتی نگذشت که گرسنگی به من فشار آورد. در کوچه و گذر هیچ غذایی، حتی پاره استخوانی پیدا نکردم تا اینکه خودم رو مقابل یک دکون قصابی دیدم. با حسرت چشم به گوشت‌های آویزان تو قصابی دوخته بودم که مرد قصاب دلش سوخت و تکه استخوانی رو که گوشت زیادی هم داشت جلوی پای من انداخت. با حرص و ولع گوشت و استخوان رو بلعیدم و قصاب که این رو دید کار خودش رو تکرار کرد و استخوان دیگری برای من انداخت. بعد از خوردن تکی دوم استخوان پرگوشت وارد مغازه شدم و گردن و سرم رو به عنوان تشکر به پای مرد قصاب مالیدم و از شادمانی پارس می کردم. تا غروب دم در دکان مرد قصاب نشستم و اون مرد یکی دو بار دیگر هم اون کار مهربانانه خودش رو در حق من تکرار کرد تا اینکه در دکانش رو بست و راهی منزلش شد. من هم دنبالش راه افتادم، چنان که مرد قصاب هم از این که دنبال اون میرفتم راضی بود، چون گاهی به عقب بر میگشت و وقتی من دنبال خودش میدید لبخندی میزد و به راهش ادامه میداد. من دنبالش رفتم تا قصاب به در خونش رسید. کوبه در رو کوبید و دخترش در رو باز کرد و مرد قصاب وارد خونه شد. وقتی منم خواستم وارد بشم دخترک در رو با صدای محکم به روی من بست و صدای بلند اون رو از پشت در شنیدم که گفت پدر این مرد نامحرم کیه که دنبال تو تا پشت در این خونه اومده؟ قصاب پاسخ داد دخترم مرد نامحرم کیه؟ مگه چشم تو عیب و ایراد پیدا کرده که سگ رو مرد نامحرم میبینی؟ دختر گفت اتفاقا مرد نامحرم همین سگیه که در رو به روش بستم و اجازه ندادم وارد خونه بشه. مرد قصاب با خنده گفت دخترم نکنه امروز کلت زیادی آفتاب دیده، این حرفا چیه میزنی؟ دختر گفت من میرم سر و روی خودم رو بپوشونم، بعد شما در رو به روی این مرد نامحرم که در شکل و قیافه سگ در اومده باز کنید تا من برگردم و قصهش رو براتون بگم. دختر مرد قصاب در حالی که روی خودش رو پوشونده بود به حیاط برگشت و به پدر خود گفت پدر جان، این موجود به ظاهر سگ همون فلان کس تاجر فلان محله شهر ماست که همسر بدسیرت جادوگرش با خوندن ورد و پاشیدن آب جادویی اونو به این شکل در آورده که اتفاقا این مرد به خوشنامی در شهر ما مشهوره و چند ماه قبل هم مادرش به رحمت خدا رفته. حالا آیا اجازه میدی که من سحر اون رو باطل کنم و جادوش رو بشکنم؟ مرد قصاب که از روی نشونی هایی که دخترش داد منو شناخت رو به اون کرد و گفت بله زودتر، هرچه زودتر این کارو بکن. دخترک رفت و کاسه آبی آورد و وردی بر اون آب خوند و اونو چند بار دور سر من چرخوند و بعد اون آب رو به سر و روی من پاشید و چشمان خودش رو بست و با صدای بلند ورد دیگری خوند که کلمات نامفهومی رو میگفت که بلافاصله جادوی من شکسته شد و من به شکل اول خودم در اومدم. مرد قصاب نگاهی به چهرم انداخت و منو شناخت. منو در آغوش گرفت و سر و روم رو غرق بوسه کرد و ماجرا رو از من پرسید.
من هم ماجرای سیهکاری و تبهکاری اون زن رو مو به مو برای اون پدر و دختر تعریف کردم. زمانی که داستان من به پایان رسید، مرد قصاب به دخترش گفت: پدر جان، دست مریزاد، من نمیدونستم که تو سحر باطل کردن و جادو شکستن رو یاد گرفتی. که دختر با تدبیر جواب داد: در روزگار تسلط سیهکاران آدم باید راه مقابله با تبهکاری رو هم بدونه. من هم تشکر کنان از دختر پرسیدم: حالا من چه کار باید بکنم؟ اگه دوباره به خونه برگردم و اون افریته جادوگر منو ببینه، شاید این بار قصد جونم رو هم بکنه. دختر پاسخ داد: دوست داری تا هر دوی اون نابکاران رو بکشم؟ جواب دادم: نه، دوست دارم زنده باشن و در عین زنده بودن روزی 10 بار بمیرن و زنده بشن و سزای ناسپاسی خودشون رو ببینن. به خصوص در مورد زنم که به جای اون که از در پشیمانی و عذرخواهی در بیاد، این عمل زشت و کثیف رو در مورد من اجرا کرد که اگر محبت این پدر عزیز تو و آگاهی و تدبیر تو نبود، من تا آخر عمرم همچنان سگ باقی میموندم. دختر قصاب کاسه‌ای به من داد و گفت: تو سعی کن که نیمه شب وارد خونت بشی که در اون موقع تو غلام سیاه نابکار رو در گوشه حیات خونت مرده پیدا میکنی و همسر دل سیاهت هم در خوابی سنگین در اتاقش خواهد بود. بعد آهسته محتوای کاسه رو بر اون بپاش و آنچه رو که الان به تو میآموزم بالای سرش بخون که بلافاصله همسرت چشمانش رو باز میکنه و همون لحظه تبدیل به یک قاطر خواهد شد و تو همون نیمه شب مختصر اساس و سرمایه نقدی خودت رو جمع کن، بر پشت همون قاطر بذار و از این شهر خارج شو. ضمناً همین الان وکالتی به پدرم بده تا در غیاب تو خونت رو بفروشه و پولش رو به امانت نزد خود نگه داره که این زن آبروی تو رو در این شهر برده و بهتر اینه که تا سالها اینجا بر نگردی. ضمناً باید بدونی که تا زنده هستی این زن همچنان در ریخت و هیئت قاطر نزد تو خواهد بود و وقتی تو جان به جان آفرین تسلیم کنی، این قاطر هم در دم خواهد مرد. وقتی حرفهای پیرمرد به اینجا رسید، گفت: ای امیر افریتان، این بود قصه من و این قاطر. امیر افریتان رو به قاطر کرد و پرسید: آیا این مرد حقیقت رو میگه؟ قاطر در حالی که اشک از چشماش سرازیر بود، سرش رو به علامت تایید تکان داد. امیر افریتان رو به مرد بازرگان اسیرش کرد و گفت: حالا طبق قولی که داده بودم از خون تو میگذرم. و سپس در یک چشم هم زدن از چشمها ناپدید شد. و وقتی قصه بازرگان و امیر افریتان به پایان رسید و سلطان رو هم خواب در رو بود، شهرزاد که برای بار دیگر و شب سوم از مرگ نجات پیدا کرده بود، نفسی به راحتی کشید و در این فکر شد که برای شب بعد سلطان چه قصه ای رو شروع کنه. دوستان عزیز، بدین ترتیب سومین شب هم از ماجرای قصه گویی های شهرزاد به پایان رسید. خیلی ممنونم که تا اینجای قصه منو همراهی کردید و امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید. تا داستانی و حکایتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش باد.